شاید برای خیلی‌ها مشکل باشه که درک کنن این سیاره خاکی ما چه تاریخی داشته. منظور ما از تاریخ این 10,000 سال، 20,000 سال، 5,000 سال نیست. منظورمون بدو تولد کره زمینه، یعنی 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش. زمین در نوزادی یک بچه ستاره بود، بچه‌ای که از گاز و خاک تشکیل شده. 60 میلیون سال بعدش زمین داره شکل میگیره، اما نه به شکل امروزی، بلکه یک جهنم. سطح تمام سیاره از آتش و مواد مذاب تشکیل شده بود و درجه حرارت اون 4700 درجه سانتیگراد بود. اکسیژن که وجود نداشت و فضای زمین پر از دی اکسید کربن، نیتروژن و گوگرد بود. بیشتر زمین از اقیانوس پوشیده شده بود، اما اقیانوس مواد مذاب. حالا زمین خیلی وضع خوبی داشت. چند میلیون سال بعد یک سیاره هم خورد بهش، سیاره‌ای به نام تیا. این ضربه باعث شکل گرفتن ماه شد. در اون زمان شبانه روز کره زمین فقط 6 ساعت بوده. بین 4 میلیارد و 100 میلیون سال پیش تا 3 میلیارد و 800 میلیون سال پیش، یعنی 300 میلیون سال، کره زمین به رگبار بسته شد. رگبار شهاب سنگ‌های مختلف. این شهاب سنگایی که به زمین می‌خوردن حاوی آب بودن. آبی که اونا با خودشون آوردن باعث شد کره زمین سردتر بشه. این شهاب سنگا در طول 300 میلیون سالی که می اومدن نصف آبهای کره زمین امروز رو با خودشون آوردن، چون آب هیچ موقع از بین نمیره و به صورت بخار، یخ یا مایع باقی میمونه. 3 میلیارد و 800 میلیون سال پیش وقتی رگبار این شهاب سنگا تموم شد، کره زمین تقریبا خنک شده بود، اما نه اینقدر که موجود زنده بتونه روش زندگی کنه. تازه اگرم زمین سرد میشد، زندگی نمیتونست وجود داشته باشه، چون اون موقع نه زمین جو داشت و نه اکسیژن. قدیمی ترین فسیل موجودات زنده که روی زمین پیدا شده مربوط به 3 میلیارد و 500 میلیون سال پیشه. این موجود توی آب زندگی میکرده و هنوز پژوهشگران نفهمیدن اینا چجوری زنده میموندن. 3 میلیارد و 200 میلیون سال پیش کلاً کره زمین آب گرفت و تا 2 میلیارد و 800 میلیون سال پیش این وضعیت ادامه داشت. متوسط درجه حرارت کره زمین در اون موقع بین 55 تا 88 درجه سانتیگراد بود، یعنی هنوز هوا داغ بود. در اون سالها با اینکه درجه حرارت آبها خیلی بالا بود، با این حال موجودات میکروسکوپی در اون به وجود اومده بودن. تنها خشکیایی که از آب بیرون زدن توسط آتشفشان‌ها ساخته شدن. در 2 میلیارد و 500 میلیون سال پیش اولین قاره به وجود آمد، قاره‌ای به نام کنورلند. دیگه اتفاق خاصی نمیفته تا برسیم به 1 میلیارد و 500 میلیون سال پیش. در این زمان هر شبانه روز زمین به 16 ساعت میرسه. با اینکه زمین خیلی بهتر شده بود، فقط موجودات میکروسکوپی و تو آب زندگی میکردن. خشکی‌های قاره کنورلند در حال حرکت توی آبهان و تا 650 میلیون سال پیش این خشکی‌ها توی اقیانوس‌ها بالا پایین میرفتن، تا اینکه در همین سالها کره زمین به یکباره یخ زد. روی زمین به قدری سرد میشه که همه چی یخ میزنه و درجه حرارت خط استوا به درجه حرارت امروز قطب جنوب میرسید. اما کره زمین خودش سرد نشده بود. زیر یخها زمین هنوز داغ بود و چون هیچ یخی نمیتونه آتشفشانا رو خاموش کنه، آتشفشانا به کار خودشون ادامه میدادن و دی اکسید کربن رو تو فضای زمین پخش میکردن. این دی اکسید کربن باعث شد که یخها آرام آرام آب بشه. گرمای زیر یخها، دی اکسید کربن و آب شدن تدریجی یخها باعث شد آروم آروم اکسیژن تولید بشه.
علاوه بر این که اکسیژن روی زمین منتشر میشد، جو هم داشت شکل میگرفت و این وضع ادامه پیدا کرد تا 540 میلیون سال پیش و اون موقع یخ‌ها که آب شده بود هیچی، درجه حرارت زمین هم رفته بود بالا و به 30 درجه سانتیگراد رسیده بود. هوای گرم و اکسیژن جانداران چند سلولی رو روی زمین پدید آورد. از این به بعد موجودات زمین فقط تک سلولی ها نبودن. در این سالها گردش زمین هم به کمک زندگی اومد و هر شبانه روز به 22 ساعت رسید. 450 میلیون سال پیش سر و کله گیاهان هم پیدا شد و متعاقب اون حشرات هم به وجود اومدن. 300 میلیون سال پیش به غیر از نقاط عمیق اقیانوس‌ها، بقیه نقاط با مرداب پوشیده شده بود، یعنی آب و خشکی با هم قاطی. گیاهان مکان رشد مناسبی رو برای خودشون پیدا کرده بودند. برای همین طول اونها به 30 متر رسید و همین باعث شد که حشرات بزرگتر و بزرگتر بشن. حشرات و گیاهان دچار رشد زیادی شده بودند و این مرهون آب و اکسیژن کافی روی زمین بود. اما 252 میلیون سال پیش انقراض بزرگ شروع شد و 96% از موجوداتی که روی زمین بودند منقرض شدند. دلیل این انقراض فعالیت‌های شدید آتشفشان‌ها بود که دوباره سر برآورده بودند. خاکستر این آتشفشان‌ها تمام اطراف کره زمین رو گرفت و آفتاب به زمین نرسید. این وضعیت تا 22 میلیون سال ادامه داشت و بالاخره 230 میلیون سال پیش دایناسورها سر و کله‌شون پیدا شد. اما خشکی‌های زمین در اون زمان یک سوپرقاره بود به نام پنجیا و آروم آروم داشت از هم جدا می‌شد. 175 میلیون سال پیش پنجیا کاملا جدا شد و داشت آروم آروم به شکل خشکی‌های امروز در می اومد. در این سالها هم درخت کاج رو زمین پیدا شد و هم زنبورها. دایناسورها به اوج خودشون رسیده بودند و روی زمین فرمانروایی می‌کردند. اما به ناگاه در 66 میلیون سال پیش اونها منقرض شدند که کلیپ داستان انقراضشون در کانال هست، میتونید ببینید. بعد از دایناسورها فرمانروایان جدید جایگزین شدند و این فرمانداران پستانداران بودند، چون همینطور که میدونید فرمانداران قبل زمین دایناسورها همه تخم‌گذار بودند. در این سالها شبانه روز داره نزدیک به 24 ساعت میشه و درجه حرارت متوسط زمین به 24 درجه سانتیگراد میرسه. داستانهای دینی زیاد وجود داره، ولی دانشمندان میگن میمونها در 8 تا 4 میلیون سال پیش به 2 دسته تقسیم شدن. بیشترشون میمون موندن، ولی یک سریشون تکامل عقلی پیدا کردن. اونها قادر شدن که فکر کنن. دورانی رسید که درختها خیلی کم شدن و میمونهایی که جد و آباد انسانها هستن مجبور شدن از درختها بیان پایین و روی زمین راه برن و غذا پیدا کنن. از درخت پایین اومدن و راه رفتن روی زمین موجب شد که قد اونا بلندتر بشه و نخاشون هم صافتر و صافتر بشه. از 2 میلیون سال پیش تکامل ذهنی انسان روز به روز بیشتر شد و شروع کرد به ساختن ابزارهای مختلف با سنگ. در 1,400,000 سال پیش هومو ایرکتس که نخاش صاف شده بود در خشکی اوراسیا زندگی میکرد. اونها تو 800,000 سال پیش یاد گرفتن که آتیش رو کنترل و استفاده کنن. بالاخره در 300,000 سال پیش هومو سیپین که همین انسانهای امروزی است به وجود اومد. این انسان به خوبی مغزش کار میکرد و آرام آرام داشت کل دنیا رو تصاحب میکرد. اونها با ابزارهایی که ساختن حیوانات دیگر رو مغلوب کردن و خودشون شدن سلطان زمین و در 130,000 سال پیش جمعیت خودشون رو روی زمین به 300,000 نفر رسوندن. این انسان‌ها روز به روز باهوشتر شدن و بیشتر و بیشتر کره زمین و اطرافش رو مثل فضا تصاحب کردن.
این روند ادامه داشته تا اینکه امروز جمعیت کره زمین به 7 میلیارد و 800 میلیون نفر رسیده. اونها نه تنها حیوانات و گیاهان رو نابود میکنن، بلکه به خودشون هم رحم نمیکنن و در درگیری هایی که با هم ایجاد میکنن به فجیع ترین وضع همدیگر رو میکشن.